سلام به همه. این قسمت اومدیم با آموزش درست کردن چراغ خطر برای دوچرخه. میگیم وسایلی که نیاز داریم یه دونه چراغ برای چراغ این چراغایی که برای دوچرخه وصل میکنن خراب شده بود، یه سیم، کلید و باتری. این چراغی که من دارم داخل خودش یه جا باتری داره. اینم یه آنباکس از این چراغه، این جا باتریشه. میگیم که خب باید اینو چجوری انجام بدیم، چجوری بکشیم. میگیم که این کلیدمونو، این کلید اهرم داره، این اهرمش رو اینجوری میذارید، کلید اهرم داره، اینجوری فشارش میدید، اهرم داره. خب حالا مثبت و منفی این کلید بر چه قراره، چجوریه؟ این کلید اگر نگاه بکنیم یه حالت بالایی داره، یعنی جوری شده، اینجوری اومده بعد خود اومده پایین. این کلید رو اینجوری دستمون میگیریم، اینجوری اون بالایی، این بالایی میشه مثبت، وسطیش میشه منفی، یعنی این مثبت این منفی، اینجوری. خب کلید ما اینجوری میشه، کلید رو میاریم، بعد این کلید ما این شد. حالا پایه اولیش گفتیم مثبته، پایه وسطی منفیه، پایه آخری هم میگیم پایه مشترک. حالا میگیم این لامپمونو میاریم، لامپمونو LED-هاشو اینجوری میکشیم که همه مثبت ها یه طرف، منفی ها یه طرف. خب این اگر یه LED باشه، این 2 تا باشه، این 3 تا باشه، همه مثبت ها و همه منفی ها یه طرف، این ور مثبت این ور منفی. خب میمونه یه دونه باتری، این باتری و اینم منفی، بالا مثبت این پایین منفی. میگیم که اینو الان یه طرف اینو پایه مثبت رو که این میشه میدیم به مثبت LED ها، پایه منفی LED ها رو میدیم به پایه مثبت کلید که میشه این بالایی، و پایه منفی باتری رو میدیم به پایه چی؟ پایه کلید، منفی کلید. این هم کلید ما. نقشه ما از این قراره که اینجوری میشه، این که کلید ما باشه پایه اولی مثبت، پایه دومی منفی، این هم مثبت باتری ما، این هم منفی باتری، این هم کلید، این لامپا. همه مثبت ها رو یه طرف میذاریم، مثبت ها هم یه طرف، منفی ها یه طرف. مثبت باتری رو میدیم به مثبت LED ها، منفی باتری رو میدیم به مثبت کلید، و یعنی منفی باتری رو میدیم به منفی، مثبت رو میدیم به، یعنی مثبت کلید رو میزنیم به منفی، اینجوری میشه. خب حالا بریم اینو مونتاژ کنیم برگردیم. فقط این که یه نکته که داره، دوچرخه من دیسکیه. برای این کار اینو ما این کلید رو به کالیپر دوچرخه میبندیم با استفاده از یه دونه چوبی چیزی به سیم دوچرخه میبندیم که ترمز که میگیریم این کلیده
اهرمش بخوره به این چوبه روشن بشه. حالا من اینو مونتاژ میکنم و رو دوچرخم میبندم تا شما ببینید. خب ما برگشتیم با این، ببینید که چراغ چجوری شد. این که این چراغ، این هم ترمز که میگیریم روشن میشه. چجوری وصل کردم؟ سیمشو از این پشت همینجور آوردم پایین، از پشت دنده و از پشت بدنه ردش کردم. حالا اومدیم سراغ اصل کاری. کلیدو اومدیم به کالیپر دوچرخه که این میشه چسبوندیم. یه دونه چوب اینجا گذاشتیم. موقعی که ترمز میگیریم این میخوره به اون، روشن میشه. همطورم که میبینید روشنه. لایک و کامنت یادتون نره. ویدیوی ما رو برای همه بفرستید. خدا نگهدار.